بعد از تمام شدن این معامله دیگه نمیخوایم تو را ببینم. پول آوردیم، اصلا را بته و از اینجا گم شو. بیادر ما میخواستم قسم شوه، اما یعنی چی که میخواستی قسم شوه؟ ما به ماشینی که فعالیت داخلی بدن انسان کنترل کنه ضرورت دارم. ماشین چی جونید؟ مادرم بسیار مریض است بیادر. پول به می خاطر میخواستم. پول ببرم ماشین بیار. ماشین از کجا بیارم لوده؟ تو مرا نوکر خود فکر کردی ها؟ نوکر خود فکر کردی؟ این پول بگیر، اگر خواستی ماشین بخر، اگر خواستی موتر بخر. تو را از بین میبرم. گم کردم، اسلحه را گم کردم. تو را از بین میبرم لعنتی. تو را میکشم. ما میخواستم کمرای تو مادرم به تفریح ببرم، اما قسمت نبوده. تو میخوای برای همیشه اینجا باشی؟ خانه خو رفتن نمیتونم کاکو یلماز. یگان وقتا باغچه میرم، اما داخل خانه رفتن نمیتونم. توی قدرم ناامید نباشی الماس بچی. حالی که از اینجا قدر خسته شدیم به خاطرت، یک فکر خاط کردم بچیم. درست است؟ هیچ تشویش نکن. بخیز احمق، بخیز. بیادر ولی از خدا اجازه بده که برم. چه باش؟ ما به هیچ کس چیز نمیگم. از این موضوع هیچ کس خبر نخواهد شد بیادر ولی از خدا. گفتم چه باش؟ چه باش؟ سلام آقا رمزی. کار ماشین چطور کردین؟ ماشین خو آوردن، اما هنوز پولش آماده نکردیم که بخریمش. اما ما به شما گفتم که وضعیت خانم هوا بسیار جدی است. شما متوجه هستین که امروز زندگی دخترتان بازی البته که میکنه؟ متوجه هستم، دیوانه خو نیستم. تو کار خود انجام بده دکتر. ما به هر قیمت یک شده و ماشین میارم. جنید احمق، نباید بالای اعتماد کردم، منتظر می بودم. قسمه که معلوم میشه باید این مرداب دیگه هم پیش بریم. خیرت باش آقا رمزی. حمیده خانم، من از قرارداد و موافقه حتی از پولش هم دیر میشم، اما به خاطر زنده ماندن هوا به او ماشین ضرورت دارم. گپ ما فهمیدین؟ فهمیدم آقا رمزی. بچه ایمان به خاطر که بتانه به زندگیش ادامه بده به یک شخصی که او گپ اقرار کنه ضرورت داره.
بچیم خوب شد که آمدی، ما یک مهمان داریم. ای به تو بعض گپاره میگه. بچه امروز وقتی تو را در اتاق هوا با او وضعیت دیدم قلبم یک بار دیگه ناراحت شد. وقتی خانم حمیدام که گفت تو بسیار جگرخون هستی باز فکر کردم که اگه این گپا برات بگویم شاید دردایت کمتر شود. آقا رمزی سر اصل موضوع بیا. این موضوع با مام قدر آسان نیست حمیده خانم. مام یک پدر هستم. درست است که هوا حال زنده نیست اما بازم او دخترم هست. جنید از گذشته عاشق هوا بود. وقتی شما نامزد بودین بین اونا یک نزدیکی ایجاد شد. باز وقتی از هم جدا شدین جنید آمد و هوا را از من خواستگاری کرد. ما به خاطر که درباره رابطه اونا به خوبی میفهمیدم قبول کردم. چه قسم رابطه؟ فقط یک رابطه ساده نبوده. گپ بزن نه آقا رمزی. هوا طفل جنیده. در بطن خود پرورش میده. آی راستی که دختر حامله بوده. شما چه قسم بازی را برای انداختین؟ ها؟ بازی چی بچیم؟ ها؟ کدام بازی بلیاز خدا؟ تو از من خواستی که ثابت کنم. من برات ثابت کردم. ای آقا پدر او دختر است. یعنی هوا از جنید حامله. چپ باش! تو چه قسم یک پدر بی غیرت هستی؟ چه قسم پدر هستی؟ پدره که دخترش دزد داره. تو دروغ میگی! دروغ میگی! اگه این حقیقت میداشت باز برام میگفتی موضوع ابرو و عزت دخترت دباین بود. چطور این را میگفتی؟ بیرون شو بی غیرت! بیرون شو! بچه گفتنی گپا به من قدر آسان نیست، اما گفتم اگه حقیقت بفهمی باز به زندگیت ادامه دادن میتونی. فقط همین. اگه به خاطر فهمیدن تصمیمم درباره رفتن به امریکا آمدین پس برین. البته که من درباره تصمیم دخترم نگران میباشم، اما نمیپرسم ازش. اگه اینطور است پس چرا آمدین؟ و گفتن ای آمدن که حق بجانب بودین؟ موضوع حق بجانب بودنم مهم نیست دخترم. قلب من اجازه را نمیده که دخترم در هتل باشه.
تصمیمت هر چی که باشه بازم. پس به خانه بیا. تو از خانه پدرت به اونجا رفتی. حالی هم اگه خواسته باشی پیش شوهرت برو. اگه خواسته باشی پس به امریکا برو. اما هر جایی که بری باز هم از پیش من خواهد رفتی دخترم. بس است دختر. یوسف خان آمد اما اگر نمی آمد بسیار خوب می شد. بیچاره تمام خیالاتش از بین رفت. ها یاز نیدام اینجا آمده بود اما موقعی از دست دادی. او رمزی دیوانه در اینجا چی کار داشت؟ آمده بوده که شاهدی بده. به خاطر چی؟ لازم نیست قدر عاشق روی کنی آدم وری که بزن اصاب من خراب نساز. من قدر حوصله ندارم فکایی تو را بشنوم. او موضوع را تو و یوسفان باور نکردین. گفتین کلش دروغ است. از همین خاطر پدر هوا اینجا آمد و این گپ بسیار واضح گفت که هوا از جونیت حامله بوده. خداوند لعنتت کنه رمزی دیوانه. بشویتا سایکو همشیره. باز تو چی بدی کردی ها؟ نمیخواستم قسم شوه. نمیخواستم. هنوزم گپ میزنی ها؟ کاش که زبانت گنگم میشد. کاش که همون سک تک از بین میرفتی. تو که نمیتونستی عزت و آبروی دختر ملک دار بسازی. تو خداوند جزای تپته. ارزش داشت ها؟ پول برده قدر ارزش داره؟ تو چه قسم یک آدم بیوجدان و بیشرف هستی احمق؟ چطور دانستی آبروی دختر تلکه‌دار بسازی ها؟ ای که عشقش ازش گرفتی کافی نبود که در قبرم او دختر بیچاره را آرام نمیمونی. او دختر راحت نمیمونی آدم احمق. ما با تو چی بگویم ها؟ با تو چی بگویم؟ با تو چی بگویم ها؟ در سینه تو به جای قلب یک توتا سنگ سیاست. به خاطر تهمتی که به آواز زدی خداوند جزات خواهد داد. آدم بی‌وجدان بی‌غیرت. خدایا فقط صحت و سلامتی دختر من میخواستم. خدایا خودت خود کل چیزم بفهمی. تو خوب هستی خواهر؟ خواهر چی گپ است پنار؟ چی میخوایی؟ آی چیزی نمیخوایم. راستش میخوایم با یوسف خان آب ببرم. یوسف ده بالاست. فکر میکردم بیرون رفتم و ده بالاست. آی دیوانه شده. آها. درست است. بسیار تشکر.
میفهمم بسیار جگرخونت ساختم، اما به عنوان یک مادر این وظیفه ما بود. بچه چی شده سلطانه؟ تو چی میخوایی؟ ما باید امرای یوسف بچم گپ بزنم. او میخواه که استراحت کنه. باننش مادر. درست است، برو امرش گپ بزن ببینم که چی میگی. بچه ما خبر شدم که یاسین با تو چی گپا گفته. فهمیدم که نام هوا را چطور لکه‌دار ساخته. دروغ است، قولش دروغ است. میفهمم که تو به اندازه ما هوا را میشناختی. او تو را از جان خود بیشتر دوست داشت. هر کاری را که انجام داد کارش به خاطر عشقی بود که نسبت به تو داشت. هر کس هر چیزی که میخواه بگویه، اما همه حقیقت است. هوای ما حتی بر یک لحظه بدون تو در مورد کسی دیگه فکر نکرده. اگه قسمی بود ما حتما خبر میشدم. او غیر از تو کسی دیگه را دوست داشته نمیتونست. همیشه میگفت میخوایم لباس عروسی ما با پاکی بپوشم. تنها آرزوش همی بود. اگه به گپای باور نداری آزار است قسم بخورم. ما به سر همین قسم میخورم که از گپایی که برات گفتم یکیشم دروغ نیست. نکو بچه، هرگز به گپای کسایی که میخواین به عشق پاکت تهمت بزنن باور نکو. میفهمم تو همه گیره مثل خودت فکر میکنی یوسف خان. تو فکر میکنی که او رمزی راست میگه، اما او به خاطر پول حاضر است که خودم بفروشه. دروغ است یک دانه. با خدا قسم میخورم دروغ است. باور کن تمامی گپا دروغ است. بگیرم. ای چی است؟ بخورن خودتان میفهمه.
خواهر میفهمم حال وقتش نیست، اما از وقتی که محسن برادر رفته مراد به تنهایی کار را انجام دادن نمیتونه. پیشتر خانم حمیدا میگفت از این که در هر جای با تاکسی میرم واقعا خسته شدیم. اگه امکان داره هر چی زودتر یک نفر پیدا کرده استخدام کنین ها. دکتر صاحب، این ماشین کلا چیز خوب میسازه؟ گرچه حالا بسیار ناوقت شده، اما اگر حرکات مریضه زود کنترل کرده دوایش سر وقتش زرق کنیم باز فکر میکنم مشکل پیش نمیشه. بله. برای فعلا هم قدر کافی خواد بود. باید ببینیم. آماده شد دکتر صاحب. حالا معاینات انجام داده میتونیم. تمام مجله هایی که در اتاقت بود خواندم. اگر نمیایی که ما بیایم جانم. ما زود پس میایم. خوبیم خلاص شد. من معلومات کمایم از بخانم پرستار میتم. شما تشویش نکنید. شبتان بخیر. دخترم، اگه این کار به خاطر خود انجام داده باشم خداوند همیال جانم بگیرم. فقط تو زنده باشی، دیگه هیچ چیز نمیخوایم. بیا. یلماز خان، بفرما دختر. قسمی که گفته بودین یک تکت رفع استانبول به نام یلماز صادق به هفته آینده گرفتم. به اون نام در هتل یک اتاق هم گرفتم. به امید خدا به زودی یک خانه کرایه‌ام برشان پیدا خواهد شد. زنده باشی دخترم. اگه کدام امر دیگه ندارین من میرم یلماز خان. البته. شام بخیر دخترم. شامتان بخیر. بسیار به زحمت شدی بچه. قسم نگوین خاله جان. نوش جانتان. بچه میبخشی که در این وقت پیشت آمدم، اما از وقتی که از اینجا رفتم در مورد گپایی که برام گفتی فکر کردم. درباره کدام گپا خاله؟ با خدا وقتی که گفتی ما در دنیا کسی را ندارم دلم برات سوخت. بیازی یلماز خانم مثل پدر تو از بچه. تو پیش اونا امانت هستی. ما به خاطر مشکلات تو یک راه حل پیدا کردیم، اما اینجا به خاطر آمدیم که با تو یک کار پیشنهاد کنم که زندگی تامین شوه، البته اگه خودت قبول داشته باشی بچه. چه قسم یک کار؟ راستش در قصر یکی از کارمندای ما تازه استفاده داده بچه. این کار واقعا به تو مناسب است. اگه تو به قصر به این کار ما راه میفته، هم به تو یک منبع درآمد پیدا میشه، یک خانواده بزرگم پیدا میکنی.
قصر جای بده نیست. فکر میکنم که من یک آدم بی سواد هستم. من که دیدم در تذکره او آدم یالچن نوشته بود، اما آقا رمزی او رو جونید گفته صدا میکنه. خب شاید او آدم دو نام داشته باشه. یعنی تو از پدرش کده او رو خوبتر میشناسی؟ اگه او واقعا پدرش باشه، آقا رمزی خود گفت که برادرش هست، اما من اصلا به این گپش اعتماد ندارم. او آدم و بسیار محبت طرف او دختر میبینه. دیگه چی گپ است؟ حتما تو غلط درک کردی. شاید هم واقعا بیادرش باشه. درست است کبیر، شاید تو حق به جانب باشی. امکان داره که من غلط درک کرده باشم، اما او آدم چرا او روز قدر عصبانی بود؟ حتما چیزی رو پنهان کرده، فکر کرده که ما او رو گرفتیم. عزیزم خودت نگفتی وقتی که میخواستی جیبایش با پلی دیدید؟ حتما کدام چیزی شده که بالای چک کرده. حالا دیگه اینقدر در قصه او آدم نباش. به نظرم نباید دربارش قدر فکر کنی. تو به گپایم باور نکن، درست است باور نکن، اما این موضوع به این آسانی نیست که تو فکر میکنی. باز حتما میبینی کبیر. این باز پیدا شد. خدا میفهمه باز چی گپ شده. یه قسم لبرویش کشال از احمقه. توبه توبه. ما فکر میکنم که آدم هم مشناسم. از کجا میشناسیش؟ توبه توبه. چی میکنی کبیر؟ دیوانه خو نشدی؟ این روزنامه ها به خاطر نگه داشتن در الماری چاپ نمیشه، به خاطر خواندن چاپ میشه. مجرمی که میخواست یکی از مشهورترین سرمایه‌داران شهر ما یوسف خان جیغلو را از بین ببرد تا حال دستگیر نشده. با شنیدن خبر مرگت ما مردم. به خاطر که نبخشیده بودمت 1000 بار خدا لعنت کنم. با وجود که در دنیا نبودی برات خیانت نکردم. اما تو ما را از هم جدا ساختی. افسوس.
صبح بخیر دخترم. بیبی پدرت برای چی آورده؟ دمادر فراموش کرده بودم، کمانده بود پس ببرمش. بسیار بوی خوبی داره، از عطر گل تازه است. همسایه آماده ساخته بود، از خاطر که تو خوش داشتی از پیشش کمی گرفتم. کاش که خوب می بودی و مویایت خودت چرب میکردی دختره. مثل سابق همیشه بالایم قهر شدی، سرم جیغ میزدی دختره. چرا اینجا آمدی؟ بخوایم همراه بادا گپ بزنم. ببینم که بادا همراه تو میخوای گپ بزنه یا نه. یوسف؟ میشه با هم گپ بزنیم؟ پدر میشه چند دقیقه ما را تنها بانیم؟ باده بیا که از اینجا بره، با خانه خود میره. چند روز پیش گفتی که باید از هم طلاق بگیره. وقت فکرم سر جایش نبود، تو میره میفهمی. از همگی و از همه چیز دور شده بودم، از تو، حتی از خودم، از تمام زندگی. حال چطور؟ حال خوب هستی؟ یعنی تو برگشتن با مبارزه کردن و فرار ترجیح دادی؟ اما یوسف چی شد که این قسم دفعتاً تصمیمت تغییر کرد؟ یوسف، من از سوال پرسیدم، اگه جواب خدا نگیرم همراهیت آمدن نمیتونم. بله خاله. درباره چی فکر میکنی بچه؟ بیبی اگه تو به قصر بیایی خودت هم راحت میشی و ما هم به خود یک نفر اعتباری پیدا میکنیم. راستش من بسیار تعجب کردم خاله، یعنی فکر میکنم که از زوده ای کار برآمدن نمیتونم. کی تانسته که آینده خدا پیش بینی کنه بچه؟ هرچی که تقدیر باشه همون قسم میشه یال ماست. مثلا
کدام وقت تصور کردی که در قسم یک اتاق بخوابی؟ اگه اینجا بیایی باز اتاق امین خدا برات میتونم. راستشو بیچاره آرام تقدیر آرام نمیمونه از ما دور میسازش. زنده باشی خاله. اما نمیفهم که چی بگویم. سالا میشه که در اینجا با آقا حسین یک جای کار میکنم. حالا اگر این قسم رهایش کنم باز بسیار بد میشه. پیشش رفته همراش گپ بزن. شاید دوام تو را خوب درک کنه بچه. فکر نکنه مانع کارت شوه. با این کارت یلماز خانه بسیار خوش میسازی. همیشه در مورد تو میپرسه بسیار به تشویشت است. به نظر من در این باره خوب فکر کن. خداوندم ازتان راضی باشه. بی از او کاکا یلمازم همیشه به من کمک کرده. دیروز وقتی که آمده بود گفت حتما یک چاره پیدا میکنه. خودت هم همین گپ میگی. یلماز خانه آدم مهربان است. همیشه با خوبی اطرافیانش است. شاید تو را در خانه خود جای بده. کاملا مثل بچه خود. میخواد تو را زیر سقف خانه خود ببینم. خودت هم یک بچه هوشیار هستی. من مطمئن هستم که تصمیم درستی میگیری. هر چیز زودتر برام خبر بده. درست است؟ درست است خاله. چی بگویم بالا؟ میخوایی چی رو بشنوی؟ از تمام گپا خبر داری؟ به خاطر کسی که ارزشش نداشت در حق همگی ظلم کردم. تو چرا این قسم میگی یوسف؟ چی شده که قدر سرش عصبانی هستی؟ وقتی از گپ خبر شدم باز. از کدام گپ؟ و در وقت مرگ حامله بوده. او هم از جنید. به خاطر که بتونی مرا خانم خود قبول کنی به فهمیدن این گپ ضرورت داشتی؟ وقتی با تو ازدواج میکردم از هوا منصرف شده بودم. بی از او از همه چیز دور شده میرفتم. وقتی او مرد همه چیز تغییر کرد. طرز فکرم نسبت به او تغییر کرد. خودم مقصر فکر کردم. گفتم او به خاطر من مرد. اما حالا وقتی همه را فهمیدم باز فکرم سر جایش آمد. بی از او هوا را از ذهنم خارج کرده بودم. حالا هم در تصمیمم جدی هستم. میفهمم یوسف. بسیار درد کشیدی. درکت میکردم. تا حد توانم کوشش کردم همراهت باشم و تنها نمانمت در هر حالت. اما تو مرا بسیار رنجاندی. به صورتی که من مستحق او چیزا نبودم. تنها کاری که کردم این بود که به تو اعتماد کردم و همراهت به این رو قدم ماندم. تو راست میگی. این گپا این چیزی را تأخیر نمیده. فقط پشیمانی ما اظهار کردم. اما واقعا به تو احتیاج دارم. در سابق فقط دوستم بودی، اما حالا همسرم هستی. راه را که آغاز کردیم باید ادامه بدیم. به خانه خود میره.
دکتر صاحب چطور از دخترم؟ حالا بهتر شده؟ من خواست از جواب دادن خسته شدم. شما از پرسیدن خسته نشده آقا رمزی؟ نه، یک دقیقه. ببینین دستشو میبینین؟ اگر تغییری در وضعیتش وجود می داشت حالا باید یک عکس العمل نشان میداد. حداقل باید یک تکان میخورد و چشمش باز میکرد. شاید کمی آهسته فشار داده. چی میکنین دکتر صاحب؟ دیدن نه، بازم عکس العمل نشان نداد. او عکس العمل نشان نداد اما من دردش احساس کردم. ببینین آقا رمزی، من شما را بسیار خوب درک میکنم اما با این وضعیت باید عادت کنین و بعد از این نیاز نیست که من هر روز اینجا بیام. قسمی هم که دیدین وضعیت دختر شما تغییر نمیکنه. من معلومات لازم از خانم فندا میگیرم. راستی این خانم فندا کجاست؟ نمیخوایی چیزی بگویی؟ تو به خاطر فراموش کردن او عروسی کردی. حالا میخوایی بگویی که همه چیز تمام شده و از سر شروع میکنی؟ میگی دیگه او وجود نداره، کاملا از بین رفته، اما هوا هنوز هم در دنیای تو وجود داره. موجودیتش در بین ما حس میشه. هنوز هم او است که تصمیم میگیره ما باید چی کنیم. اگه دوباره پشتش دق شوی یا اگه کسی چیزی بگویه و تو دوباره خود از دست بدی باز چی؟ گفتم دیگه تکرار نمیشه. ما همیشه در کنارت میباشم. ازدواج فقط به معنای در کنار هم بودن نیست. من یک رابطه واقعی را از تو میخوایم. تو مطمئن هستی که همراهیم برای همیشه بوده میتونی؟ تو دیوانه شدی دختر؟ چی میکنی؟ از وظیفه استعفا میتونم. یک روز دیگه همراه او آدم اینجا بوده نمیتونم. این قسم عجله کردن کار شیطان است گلم. کمی آرام باش، صبر داشته باش. دیگه چی را باید بفهمیم کبیر؟ او آدم تحت تعقیب از خودت ندیدی؟ ماما میرم میگم قسمی که معلوم میشه اینا بسیار پول دارن.
بیبی اتاق و دختره به شفاخانه تبدیل کردن و نظر به ای که قسم فراری است حتما مرتکب جرم بسیار سنگین شده. میگم که اگر در مقابل اینا رفته برشان بگوییم که ما از تمام جرایم شما خبر داریم، به نظرت به خاطر که دستگیر نشن دهن خزانه‌شان باز نمیکنن؟ پول به توی اهمیت داره کبیر؟ شاید بسیار پولدار شویم. کبیر جان تو دیوانه شدی. چی ضمانت وجود داره وقتی که بفهمن ما در موردشان خبر شدیم ما را نکشن؟ جان من بی ارزش نیست. من قسم پول نمیخوایم. چند سال میشه که او را ندیدی؟ چی؟ اون خواهرت که در آلمان است چند سال میشه که او را ندیدی؟ تقریبا 5 سال میشه. ما یاد داری ما با هم یک تصمیم گرفته بودیم. تا 1 سال نمیخوریم نمینوشیم فقط کار میکنیم که بتانی خواهرت ببینی. اگه ای کار کنیم باز پول دار میشیم. تو هم باسانی میتونی خواهر خود ببینی. این امکان داره کبیر؟ یعنی رفته میتونیم؟ البته گلم اگه تو همراه ما همکاری کده هر گپ ما قبول کنی باز حتما رفته میتونیم. و تو هم تیاره را خود دیدی عزیزم. راست میگی کبیر؟ باستام امرای میرینی؟ تو فقط قبول کو. اگه خواسته باشی امرایت با دوزخم میرم. اگه خواستی باز برامش همونجا زندگی میکنیم. میخوایی یا نه؟ کبیر تو جدی میگی؟ ای دختر تا حال خوابیده. با این کارهای تو میتونه از هوای من محافظت کنه. تو در راه درست روان هستی کبیر. جنید تو در کدام جهنم هستی ها؟ دایی ساعت هم کسی خوابیده؟ البته به خاطر که پول پیدا کردن نتونستی حال پیشم روی نداری. کم بود که پولدار شویم پدر. قسم است که با یک مقدار پول زیاد می آمده من با. اما تو فقط گپ زدن یاد داری کار دیگه از دستت ساختن است ها. توره چی شده؟ هوش کنی نگویی که کدام مشکل داری. نه خیر پدر، هر چی شده فقط به خاطر پول شده. کار محمد احمق است. محمد خان جیغلو. جونید بچیم نیک تو عقلت از دست دادی. تو چرا مثل سگای ولگرد طرف اونا میری و احمق؟ اگه با پلیس خبر میداد باز چی؟ خبر نمیتن پدر، نمیتن. چطور خبر نمیتن؟ او گپا بانین پدر. ما یک اسلحه داشتم نه، او رو به خانجی اغلو میدادم و هم هر قدر پول که میخواستم برام میداد. فقط حال اصلی هم از پیشم گم شده. واضح تر بگویم کس او رو گرفته. او فندای پرستار است نه، حتما همو گرفته. در جایی که مونده بودم حالا نیست. شما خسلر ندیدین نه پدر؟ ما کی با اصلا سر کار داشتیم. ما چی بفهمم که کجاست؟ اوف خدایا اوف. ای که در کجا گم شده هیچ نفهمیدم. تمام جای پالیدم اما پیداش نتونستم. تو یک گپه برم بگو. او محمد خان جیغلو قدر پول زیاده به خاطر چی میخواست که به تو بتجونید؟ او اسلحه همو اسلحه بود که یوسف خان جیغلو را زده بود. راست میگی؟ اسلحه محمد خان جیغلو. اگه ما گیر بیایم باز محمد خان جیغلو بدام مفته پدر. با او خاطر هر قدر پول میخواستم راضی بود. تک تک کردم اما نشونیدی دخترم. متوجه نشدم.
تو بهترین کار کردی. فردا با یک وکیل گپ میزنم. این کار حتما خلاص میکنم. یعنی که عشق باده نسبت به یوسف و چیم دروغ بوده ها؟ سلطانه تو دیگه رفته میتونی. راستش کسی که قدر فریب کاری دیگر کده باشه این کارم حتما میکنم. من باور دارم. من چقدر براتان گفتم یالماس خان ها؟ که حتی در زبانم موی سبز کرد. اما کی شنید؟ از یک گوش داخل شد از گوش دیگهش برآمد. به هر صورت کارا که باید نمیشد شد دیگه. اوش کنی که ای گپا پیش یوسف یاد نکنی. یک دانیم خوش آمدی. خوش آمدی یوسف و چیم. باده کجاست یک دانیم؟ نامد. اما می آید. چقدر مقبول هستی. او خدای دیوانه کجاست؟ اینجا چی میکنی کبیر؟ میگن دولت کم آدم یخ میزنه. رو جایش بس شده بود به خاطر انسانیت سرش کش کردم. بس چی وقت فتر انسانیت یاد گرفتی؟ گم شو از اینجا کبیر. یک دانیم تو هیچ تشویش نکو. انشالله که همه چیز طبق خواست تو پیش میره. بیبی باز بادام حتما خوش میشه. جان مادر من دوای خدا خورده بالا میرم که بخوابم. تو هم برو استراحت کو. ها؟ خسته معلوم میشی بچیم. یوسف بچه تو سرگپای او باور کده تصمیم خدا گرفتی قبول است. اما هوای ما با خاطر عشق تو حتی حاضر بود از جان خود تیر شوه. او بدون تو حتی در مورد کسی دیگه فکر نمیکرد. یوسف بچه فکر کو تو با کسی دیگه عروسی گفته خدا به چی حالت رساندی؟ بازو میتونه با کسی دیگه ارتباط داشته باشه ها؟ هوای ما ای کار نکده. بله از خدا قبول نکن یوسف بچه. امکان داره دکترها دروغ گفته باشن اما این هیچ امکان نداره. این لکه بدنامی را پاک کن.
گپم گوش که سلطانه. گفتم خواهرزادی تو بود. ماندم سوگش بگیری. اما دیگه از حد خود گذشتی. خوب گوش که چی میگم سلطانه. اگه یک بار دیگه بشنوم که به یوسف ای قسم گپاره بزنی یا یک بار دیگه نام او دختر از دهنت بشنوم، باز من همراهت کار دارم. او مرده. گپم شنیدی؟ او مرده. او دیگه مرده. اجازه بده که زنده آرام باشن. اجازه بدی. بس است دیگه. چی شدی؟ یعنی محمد خانجی اغلو خواست که با یوسف از بین ببره ها؟ خوش آمدین یوسف خان. خوش باشین. واده خانه است؟ به خاطر که تا صبح بیدار بود، خسته بود، آل استراحت کده.
درست است، تا بیدار شدنش منتظر می باشم. تا که او بیدار شوه چاشت میشه. اگه خواسته باشین برین خودتان بیدارش کنین. آقا جلال کجاست؟ به دوش رفتن. بفرمایین. تو چی بکنی؟ صبح بخیر آقا بابا. تو کی هستی دیگه؟ احمد، علی، ولی، غنی چی فرق میکنه؟ تو نام مرا بانو گوشایت خوب باز کن. میفهمم که چی نقشه داری. چی میگی بیادر؟ منظورت نفهمیدم. جونیتا میگم که هر کس او را میپاله. تو را زیر بالت گرفته از او حفاظت میکنی. چی گپ است؟ خدایا تو مرا کمک کو تو بکدی. یوسف صبح بخیر. صبح بخیر. تو اینجا چی میکنی؟
اینا را به تو آوردیم. راستش به خاطر بردن تو با سبانه خوردن آمدیم. میخوایی بریم؟ در بیرون منتظر می باشم. ببین بچه با ما افسانه نخوان آقا بابا. اگه با جونی سر و کار نداری پس در جای دور افتاده چی میکنی؟ دارم میگم یا که فقط شما هوشیار هستن دیگرها بیعقل هستن چطور؟ بچه ای گپا از رو چی میگه که جونت اینجاست؟ جایی که آتش نباشه دودام نمبرایه. البته هم که دود اینجا را از دور دیدم دویده اینجا آمدم. گفتم ببینم چی گپ است. البته که آدم بسیار مشهور است. عکساش در تمام روزنامه‌ها چاپ شده. بچه قسم میخورم من با این کار ارتباط ندارم. اگر تو کدام مشکل داشته باشی برو همراه جونیت حلش کن. ما هیچ چیز نمیفهمم فهمیدی؟ فقط 20,000 لیره برم بده ما هم از اینجا گم بشم. اگر پول برم ندادی رفتم به پلیس شکایت میکنم تا که تمام عمر دست زندان باشی. بچه تو ذره واسه من ببین خدا ورزی من پولدار معلوم بشم. اما مترت قسم نمیگه آقا بابا. این مادر امانت است. اوش دیگه با ما مربوط نمیشه پیرکی. دلت که مطرف فروخته برم میتی یا که از زیر زمین برم میکشی برای 2 روز وقت میتون. اگه پول دادی خوب اگه نه در زندان پست خواد دادی فهمیدی یا نه؟ متوجه هستم آقا بابا. کلت باز شد. خوب گوش کو چی میگم آقا بابا. اگه شنیدم که تو با جونیت گفته بودی باز از خود گلکو از منه. کجا موندی احمق؟ کجا مونده این لعنتی؟
میشه که یک کم تلویزیون ببینی دختر جان. بیاز شبکه‌ام چندان چیز بد خدایزم شکرت صبح بخیر. صبح وقت تو اینجا چی میکنی؟ همراه با دبا صبحانه خوردن میری. یعنی از جدا شدن منصرف شدی ها؟ پیره شما میفهمین که بسیار روزای بدی را گذشتند. اشتباه کردم، بادا را خفه ساختم، اما میخوایم اشتباهات خود جبران کنم. ببین یوسف، بادا تو جیگرم است. از همه اولتر من خواستم شما عروسی کنین خودت، خب میفهمی. اما تو موفق به فراموش کردن گذشته‌ات نشدی. بادا را زیاد گفتم اما هیچ به گپم گوش نکرد. از همه بیشتر تو درد و رنج دیدی یوسف. حالا مثل که هیچ چیز نشده باشد مقابل من ظاهر شدی، اما از من انتظار کمک نداشته باش. راست میگن، به از توقع را از شما ندارم. فقط دیگه نمیخوایم مخاصم باشم. تا حد توان خود کوشش میکنم بادا را خوش نگاه کنم. با آخرین بار برات میگم یوسف، اگه یک بار دیگه ببینم که تو بادا را خفه ساختی، وقت مرا در مقابلت خود دیدی. صبح بخیر دخترم. صبح بخیر. صبح بخیر. اگه آماده استی بریم. نه وقت نکنی.
عزیزم پشتم داغ شدی؟ به می خاطر عجله داری؟ گپ ناق نزن کبیر، کس ما را نبینه گیر نبیایی، مگنی بسیار بد میشه. اگه در این کارم شریک نمی بودیم فقط به خاطر داخل آوردن تو قار میشدن، اما اگه از همدز بودن ما در پولم خبر شوند به خدا تباه میشیم. زیاد تشویش نکو جانم. اقدرام لوده نیستم. با کمک خدا در هر حالتی که باشه ناموس خدا حفظ میکنم. تا هنوز کار نکردیم که شرمنده شوی. اما کاشگرم زیره میدیدی. بیچاره بسیار زیاد ترسیده بود. باز میبینی که آدم چه قسم برام پوله پیدا میکنه. به نظر من تو هرچی عاجل باشه را آماده بساز. ما میرم که تکت آلمانه بگیرم. اوف، اما من بسیار میترسم. اگه تو کم صبر داشته باشی تا آخر عمر خوشبخت میسازمت جانم. اما اگه سر ما کدام بلایی بیایه، اگه قاتل به جان ما بلا بسازه باز چی؟ درست است. اگه میخوایی از این کار منصرف میشه. تمام خوابایی که دیده بودیم را فراموش میکنیم. تو چند سال دیگه با پاک کردن کثافات دیگرای ادامه بده. اما هم در تعمیرات تمام روز سنگکشی میکنم. باز هر وقتی که پولش آماده ساختیم بالمان میریم پیش خواهر جانت. درست است؟ البته اگه تا وقت زنده بوده. آهای درست است. درست است. چرا قار میشی؟ بسیار مرا ترساندی. فقط که به این کارها عادت داشته باشیم. نه ترس گلم. تا که ما پیش دستم تو را چیزی نمیشه جانم. چی گپ است؟ مستم پدر، آرام باش. چرا قسم به سر و صدا دشانم دست میزنی؟ به خدا زاره مکفاندی. باز چی گله باب دادی که رنگت پریده؟ از خاطر مریضی هوا بسیار به تشویش هستم. فشارم بالا رفته. حال هیچ وضعیتم خوب نیست. تو کجا بودی؟ ما اتاق و دختر دیدم، اما هیچ نشانه از اسلحه نیست پدر. یا در جای درست فوتش کرده یا که کاملا حقیقت میگه پدر. پشت سلاکو بجیم بیبی. به خاطر که بیشتر به مشکل مواجه نشی او اصلا از طرف خداوند گم شده. یعنی کی میفهمه که پیش کی هست. پشتش نگرد دیگه. و حال با او کدام ضرورت هم نداریم. ماشین آمد و تخ تخ کار میتن. پدر شما پیش حمیده خانم رفتین و زوزاری کردین و هم دلش سوخت که او ماشینه گرفت. اگه باز کدام بلای خدا نکرده سر ما به بزو وقت چی کنیم؟ دهانتا بخیر باز کن. نه خیر پدر، کار خدا به شانس نمیمونم. او اصلا محافظ زندگیم است. یک دقیقه صبر کو. در فکرم یک کس دیگه هم است اما گوش نشدی؟ نه خیر. با پدرم درباره چی گپ میزدن؟ گفتم تو را به صبحانه خوردن میبرم. بعد از او باز خودت آمدی. کم مانده چند خبت میرسیم. ما کجا میریم یوسف؟ وقت رسیدیم باز میبینی. نه که به مزرعه میریم. چطور؟ پشت اسب سواری بسیار دق شده. نه خیر، به یک جای دیگه میره. جونیت جونیت
چرا استاد شدیم؟ رسیدیم. اما اینجا خور رستوران نیست، پس چی بخوریم؟ بسیار مرا غافلگیر ساختی. اینا را حمیده مادر آماده ساختنی؟ مفکوره ما بود. بسیار بی‌پروا رانندگی میکنی، بسیار بی‌پروا. یک بار خب پیشوریت ببین. بگه بگه گوش میکنه. حالا دیگه خداوند به ما رزق وسیع بده. سلطانه بفرمایید یلماس خان. بجای محسن باید یک کس دیگره میگرفتی. گرفتی؟ در این روزا که عقل در سرش هست. با درستی کدام کار انجام میده؟ اگه وقت نداری من میپالم. نه خیر یلماس خان، ما یک نفر پیدا کردیم امروز یا صبح میایه. تشویش نکنید. درست است. یلماس خان، بلیاز خدا امروز با یوسف و تیم هیچ کار نداشته باشین، درست است؟ بعد از او همه مشکلات امروز امرای باده بیرون رفته. تو با بیچاره هیچ بروسی خود نفهمیدن. یعنی باده یوسف بخشیدن؟ جالب است. اونا با هم زن شوهر هستن بچیم. امروز جنگ میکنن، فردا با هم آشتی میکنن. خیر از باشه آخه رمزی. همراه خانم حمیده کمی کار دارم. البته آقا رمزی، تو ده تخبان برو، ما هم از پشتت میاییم. خیرت است؟ به خاطر جمع‌آوری مسئولات کارخانه دیروز آمدی؟ الهی مکو. ای چرا به اینجا آمده؟ بلیاز خدا من چی بفهمم یلماس خان؟ هر وقتی که پرسیدم و فهمیدم باسترام خبر میتم. حالا دیگه کاکا اگه خواسته باشی من میباشم. سری آدم هیچ اعتبار نیست. بلیاز خدا محمد باندگه ایگه پاره. من کلان زن استم و اینجام خانه‌ایم است. کار کردن نمیتونه. تو او از من نترسم، ازش نمیترسم. خودت میفهمی خانم کاکا. خب دیگه فعلا خداحافظ. حالا خداحافظ. در گپ غرض داره توبه. وای وای وای، خانه باید بلند و هوادار باشه. گپ ما گوش که آقا رمزی، ما برد گفته بودم که هر دقیقه برم جرنگ زنگ نزن. باستو چطور جرأت کردی تا خانه ما اومدی؟ دفعه آخرت باشه که قسم میایی. تا دیروز خب برام آزاری داشتی. او کارا خلاص شد دیگه. همه قسم پیش بره. ببینم که کدامتان برنده میدان میشه. من برات نگفته بودم که اگه پول نپردازی پیشت میایم. اما قدر پول چه قسم بپردازم دیوانه؟ رفتم امرای خزانه دار گپ زدم، مشکلت حل میسازم. بابا افسانه نگو بیبی، آبرویت به دست خودت است.
اگه پول من نپردازی باز تباید میسازم. اگه کارایی که کردی افشا شوه، از خانت، از قریت، از او بچه دوست داشتنیت کلش مهمونی فهمیده شد حمید خان جیغلو. پیسه تا نمیتنه مثل مهره ازت استفاده کرد. حالا مثل کثافت دور میندازید، اما تو لایقی هم هستی. وقت با دستای خودت زندگی دخترت تباه کنی خداوند هرگز نمیبخشید. به مجدو هر دویدان از بین خاط رفتین. آمدم بچه ما آمدم. گریه نکن بچم، گریه نکن. بیا اوپا، بیا بچه، بیا بیا. آی چه قنده. تمام چیزای ضروری را آوردی. بسیار خوشت آمد. سلام، اینجا رادیوی عشق است، برنامه حرف معشوق. موضوع برنامه امروزی ما درباره عشق دردناک است. اونجا را ببین. او از چقدر زیباست. یادشان بسیار مقبول است نه؟ دگام شیرینی مانده. تو حلوای آرده خوش داشتی نه؟ چی شد؟ تمام اینا، یعنی همه چیز بسیار عالی است. میخوایم لذت ببرم اما بسیار میترسم یوسف.
نترس دیگه درباره اینا فکر نکن. بیبی تمام چیز همراهت از نو شروع کردی. همه چیز بسیار زیبا میشه، تشویش نکن. این چله از من نیست؟ چله تو است. بعد از این دیگه از تو می باشه. مرا دیگه هیچ وقت رها نکن یوسف. هیچ وقت رهایم نکن. با من یک وعده کن. هرچی که میشه باد شوه اما هرکس جدا نشی. هرچی که میشه باد شوه ولی باید با هم باشی. درست است؟ باید است. امروز پدرت به خاطر منافع خود به قصر آمده بود. یک قیامت بهمیده برپا کرده بود که حیران بانی. البته که دیروز مقابل یوسف ناحق نمیگفت که صاحب نواسه میشدم، اما معلوم میشه که حمیده حقش نداده. خداوند لعنتشان کنه. کدام نقشه خود از سر دارد. حالا خود نمیفهمم اما خبر میشم. توبه. با باور کردن یوسف به دروغا دل بسوزانم یا به درک نکردن نقشه های دو نفر. هر دوشان ماره آستین هستن. احمقا. میفهمه که بچهش به گپای هر کس باور نمیکنن. اگه کامیاب شده باشه خوب پول گرفته. پیش یوسف رفته میخواستم به فامانامش اما او اوراق پیش ماند. یک دفعه عقلم از کار افتاد. نفهمیدم چی بگویم. هرچی میگفتم بیفایده بود. به گپای من باور میکرد یا به گپای او دکتر احمق. کاش میدیدی چطور یوسف به گپای دروغ باور میکرد. چشماش کسی را نمیدید. یوسف پیش تو آمده بود. دقیقش نباش. او به دفن کردن انگشتر نه بلکه به دفن کردن کینی خود آمده بود. چی کنه بیچاره؟ دنیاش کاملا ویران ساختن. اما اینه بفهم که عروسی تنابا گرفتن یک دانه چله نمیشه دختریم. عشقم با رها کردن چله و اینجا ختم نمیشه. برات گفته باشم. میگفتی خاله باید در هر جای در مقابل چشمای یوسف باشم. اگر در هر جای در مقابل چشمای یوسف نباشی نام امام سلطانه نخواد بود. او هنوزم در قلب خود با تو ازدواج کرده. البته که میخواید تو را فراموش کنه. اگر نه دیوانه خواهد شد. دید که دیگه راهی نداره با او اوراق خود قانع ساخت. به نظرم او میفهمید که تمام او گپا دروغ است. اما در بین خانجغلوها او قسم یک به بانم که تمامشان نابود شوند انشالله. خالد انتقامت میگیره.
باز تو هم آرام میشی. صبح بخیر بچیم. صبح بخیر استاد. دیروز میگفتی که فیلتر کننده هوا خلاص شده. امروز رفتم چند دانه خریدم. چرا اینقدر زیاد خریدین استاد؟ من برات گفتم نتونستم یلماز. دیروز اضافه کاری گرفتم. خیریت باشه، کار اضافی را از کجا پیدا کردین؟ از بصیر خواهش کردم. چی کپ شده؟ نیک کدام مشکل داره؟ صاحب خانه گفت که از خانه بیرون شوین. حالا خو کرای خانم به آسمان رسیده، میفهمی؟ بعد از این باید زیاد کار کنم. یگانه پریشانیم تو هستی، اما پیش خود گفتم یلماز کار میکنه. ما در روزهای بعد همیشه هم دستی که دیگه بودیم. از توانی کارم ابراهیم و سرش زور میشیم. از پشت هر تاریکی یک روشنی است. حالا سفارشات زیاد بر ما میآید. راست گفتین. اینا رو به ما بتین. تو در موبایل میخواستی به من یک گپ بگویی. موضوع چی است بچه؟ آها، میگفتم که به خاطر خرید وسایل بریم. ماشاءالله همه چیز خودتان آوردین. حال تصمیم داری که چی کنی؟ امروز هر چی تو بخوایی همتو میکنم. من فکر کردم شاید به وظیفه بری یا خانه رفته استراحت کنی. امروز هر دوی ما رخصت هستیم. پس بگو که امروز تا شام خانم و شوهر با هم تنها میباشیم. آقا محمود، ما براتون گفته بودم که این کار بسیار عاجل است. هیچ نمیفهمم یعنی چی که یک مشکل وجود داره. این زمینا هر چی زودتر باید فروخته شوند. به همین خاطر ما هم خواستم با هم از نزدیکه بزنیم. ما هم مشتری پیدا کردیم اما مشکلات زیاد دیگه پیدا شد. یعنی چطور؟ نفهمیدم. به خاطر فروش زمین امضای خانم منورم لازم از خانم میده. توبه توبه. یلماز خان از امو سابق زمین ها را به نام شما و دخترتان منور خانم ساخته بود. طبق قانون فروش زمین ها بدون اجازه و امضای خانم منور امکان پذیر نیست. حالا فهمیدم. خسته نباشی بچه. زنده باشی خاله جان، خوش آمدیم. تشویش نکنید، با شما کار نداره. حالا دیگه شما رو میشناسم. خسته نباشین. سلطان خانم از قصر خانجی اغلوها. کاکا حسینم رئیسم است. خوش آمدین خانم. خوش باشین. بفرمایین بیشینین. زنده باشین. زیاد اینجا نمی باشم. درباره گپای ما خوب فکر کردی بچه؟ با کاری که گفتم شروع میکنی به تشویش بودم. چه قسم کاری یلماز؟ خب با اینجا چرا آمدیم؟ چند دقیقه بعد باز میفهمی. حالا دیگه بریم.
بسیار زیباست همونطور نیست؟ فهمیدم تو میخوای در بالون سوار شوی اما شمال زیاد است نمیترسی؟ تو پیشم هستی چرا بترسم؟ تو خو امروز به خواست من کار میکردی لطفا وعده خلافی نکو. درست است بیا که بریم. سلام علیکم. علیکم سلام. خوش آمدین یوسف خان. خوش باشی بیادر. چطور هستی؟ تشکر میکنم. شما هم خوش آمدین. خوش باشه. آماده پرواز هستین؟ آماده هستم. درست است بیا که بریم. کنترل صدا. بله مشنوم. هوا چطور است؟ آماده پرواز است. چنگیز پرواز میکنیم. لذت ببر یوسف خان، لذت ببر. روزهای بعد زندگی تام نزدیک است. مانده نباشی کلولا. با خاطر دیدن کار اشتباهات آمدی یا که با خاطر کشتن ما آمدی ها؟ خدا لودن اساس احمق. مراسم ختنه سوری بچه یک دوستم بود، به خاطر لاکت گرفتن آمده بودم، اما فکر کنم از تو خلاص شده. لا حول والله توبه. حقیقت بگو نجات پیدا کن. قسم میخورم بیادر، ما چند بار برات بگم که هیچ چیزا نمیفهمم. شما چی کارا کردین؟ تمام دکانه بیچاره را چور کردین. زود باشن طلایش بیارن که دل او بیچاره خوش شود. رشخندی خونه میکنی بیادر جانا؟ مسئلت اعتماد کردم. قسم از بیادر، باور کو اصلا پیش من نیست. اما ای برای درس باشه عادل بیادر. متوجه هستم، فهمیدی؟ اگه جونیت زنگ زد و برایم خبر ندادی، ای بار فقط طلایت نه بلکه جانتم ازت خواد گرفتم. دی بالا آدم احساس میکنه که آزاد است، همون تو نیست؟ بیبی اون مکتب من اونجاست. بیبی حالا از سر قصر میگذاریم. راستش در گذشته من زیاد سوار بالون می شدم. ببین اونجا مکتب ما بود، اونجا خانه ماست. هیچ وقت فکر نمیکردم که اینقدر بزرگ شوم. اما ای بار برایم بسیار متفاوت است. خفه نشده که یک دانیم زیورات یافتن، امشب کلش بریم تسلیم میکنن. فعلا پلیس آمده، بعداً برای زنگ میزنم جانب. چشمایت روشن بیادر جان، طلعه را گرفتی؟ حد شما درست برآمد. اسلحه را دادی و طلعه را گرفتی احمق. تو دیگه مرا دیوانه میسوزی احمق. اسلحه را خودت از پیشم نگرفتی؟ چه قسم پیش ما بیایی ها؟ خدا بسیار هوشیار فکر میکنی؟
بعد از پس دادن مرا تعقیب کردی ها؟ همت نیست؟ اصلا را در جایی که پت کرده بودم گرفتی. بگو احمق. برو با کارت برو صحبت شه. قصه مفت خوشم نمیاد فهمیدی؟ دیگه چی رو دیدی؟ بگو عادل اگر دروغ بگی باز من همراهت کار دارم فهمیدی؟ بس از دیگه بس از تو را بیادر خود گفته 20 سال حوصله کردم با خاطر تو جان خود در خطر انداختم در مقابل خانجوغلوها پلیس دولت ایستادگی کردم بس از خوب گوش کو دیگه هم دست تو احمق شده نمیتونم خانجوغلوها به گپ ما باور کردن دوباره برام پس دادن این آخرین حسابی است که برای دادم جونیت اگه یک کلمه دیگه هم بگویی باز بیبی کی اونجا کی است قسم از کی تسلیمت میکنم و این کار با پایان میرسانم اگه یک بار دیگه آمدی پیش ما رو میسازم آره از اینجا گم شو آخر چهره اصلی ده نشان دادی با خاطر یک بیگانه همه چیز خلاص کردی درست است بیا که بریم دیگه یوسف بالاخره پیشم آمدی پیش تو آمده بیا برای همیشه پیشم بیا لطفاً بیا بسیار مشتاق شدم یوسف بیا بیا نمیتونم یوسف چی میشه تو پیش من بیا یوسف بیا یوسف نرو
حالا کجا میریم؟ به خاطر امشب کدام برنامه نداریم؟ فعلا خانه میریم. باز به خاطر شب برنامه ریزی میکنه. نه خیر، من خانه نمیرم. تو یگان برنامه آماده کو. باز با من خبر بده. هر جایی که گفتی هم دیگر میبینیم. درست است، هر چی تو بگویی. پیدا کردم. چطور است به خانه تابستانی بریم؟ جانم، تو چقدر مقبول شدی بچه یک دانه مادر خود. یوسف من، میفهمی از این که امرای باده آشتی کردی بسیار خوش شدم. چی گپ است بچیم؟ چرا هنوزم در مو حالت هستی؟ چرا هنوزم در چشمایت غم دیده میشه؟ اونقدر آسان نیست مادر، اما من کوشش میکنم که هوا را برای همیشه فراموش کرده باده را دوست داشته باشم. درست است؟
بسم الله. توبه توبه. حمید آقا رمزی چرا اینجا آمده بود و چی کار داشت؟ او دیگه چی مشکل داشته باشه؟ ما فقط اینو میخوایم که از خانواده ما دور باشن. از همین خاطر به سلطانه گفتم که باید بعد از این رابطه تا همراه اونا قطع بسازی. او هم آمده گفت که اونجا خانه خواهرش است. ما میاز نشستم، نباید رابطه همراه ما قطع شود. زر گپ زدم میرفت، هیچ برم حوصله نمونده. او بیچارم حق به جانب حمید. از برای خدا ما هزاران بار برات گفتیم که حمیده جان سر زیر دستت قانونای بی جای وضع نکن. تو چی میگی؟ ما سر کی قانون وضع کردیم یلماس خان؟ ها؟ با ما امی کافی است که در زندگی ما مداخله نکنن و ما رو آرام بانن. چی میکنی دختر یک دانیم؟ اعلانات کاریابی رو میدیدم پدر جان. یعنی از رفتن به دانشگاه منصرف شدی؟ نه خیر پدر جان، نمیخوایم تا شروع سال آینده امی قسم بیکار باشم. میخوایم کار کنم، اگه بیکار باشم باز خسته میشم. چرا بیکار باشی عزیزم؟ میتونی با کورس های زمستانی بری. یوسف هم رفت. او باده با هم غذا میخورن. من ضرورت ندارم که با کورس برم پدر جان، به خاطر که من همه چیز یاد دارم. یعنی اگه او اتفاقات رخ نمیداد و من در امتحان شرکت میکردم، به هر صورت حالا که نشد میخوایم که تا شروع امتحان یکم کار کنم. این موضوع کار دیگه از کجا شد منور جان؟ راستش دخترم تو هر کاری که بخوای انجام دادم میتونی، اما نباید قسم در روزنامه کار بپالی. فردا صبح به شرکت خودت برو، با کارت شروع کن. به همین سادگی دختره. یعنی میخواین در مقابل چشمایتان باشم تا که دلتان جمع باشه. از اینکه در فکرم هستین بسیار زود تشکر میکنم، اما من میخوایم سر پای خود استاچم فقط امی. مقصد این دختر از این گپا چی بود؟ نه تو مداخله نکو حمیده. بس از یلماس خان، تو با این گپایت مرا از بین خود بردی. ده این مداخله نکو، ده اون مداخله نکو. این مداخله که نکدم این وضعیت بیبی. تو به خدایا تو مداخله نکو. منور مادر اگه میگین که من نباید کار کنم باز من خود خسته نسازین. نه خیر جانم، من نامدیم در این مورد امرت گپ بزنم. تو با خدایا من چی میگم و دموریم چی میگم؟ میخوایم یک چیز دیگه بگویم. خب میخواین چی بگویم؟ در پیش پدرت گفته نتونستم به خاطر که اون نیت خوب مرا درک نمیکنه. میخوایم به تنهایی امرت گپ بزنم. مادر شما چی میخواین بگوین؟ با تشویش شدم. منور دخترم، در این روزا درد سر پدرت بسیار زیاد شده. بیا که بریم، بیا باید در داخل گپ بزنیم. بیا نه خدا درد سر انداختم. کاش از اما اول از این کار منصرف میشد. سلام علیکم آقا بابا. تو در اینجا چی میکنی؟ چه تو تانستی داخل بیایی؟ قسم طرف من نیا بیبی، من ریش سفید هستم، خدا نخواسته سکته میکنم. باز من خو امرای دو عدک کده بودم، منتظر پول هستم. همین که باید اسم بیایه برات میتونم.
ما گپای خدا برات گفتم آقا بابا، دیگهش مربوط خودت میشه. بله یک دانیم کاملا همه قسم. هیچ گفتن نمیتونم که چقدر جگرخون شدم. یعنی قسمی که برات گفتم قرضای شرکت مام او وضعیت یوسف هم خو معلوم است. او اصلا در فکر کار و بار نیست، فقط به خاطر او دختر. به هر صورت این روزام تیر خواهد شد. پدرتان بسیار جگرخون است. خب آره چی خواهد شد مادر؟ مشکلات حل میسازن، زحمت میکشن، کوشش میکنن، کارا را سر سامان بتن. تو هیچ تشویش نکن. درست است، اما اگه به خاطر این موضوع صحت پدرم خراب شد باز چی؟ اما از می خاطر به تشویش هستم یک دانیم. با خدا قسم که بسیار میترسم. خداوند نگاهش کنه انشالله. منور، اما یک راه حل پیدا کردیم. اما خواستم یک بار امروی تو گپ بزنم. چی قسم راه حل؟ خب راستش او زمینای ما که هست نی؟ بیبی تو هم فراموش کردی دخترم. پدرت یک وقت یک مقدار زمینه به نام ما کده بود، یعنی ما و تو. من میگم که اگر ما او زمینا را بفروشیم چی بفهمم، شاید توسط پولش به شرکت کمک کده بتانیم. درست است، شما بسیار فکر خوب کردین. زمینای خودم میفروشیم، با پدرم بگوییم که کارای فروشش خلاص کنه. دخترک ساده ای من. او حتی درباره وضعیت شرکت به ما نمیگه. باز ما بریم برش بگوییم که خبر داریم این پولان به شرکت کمک کردیم. فکر میکنی قبول میکنن؟ البته که قبول نمیکنن. خب فکر کنین که ما زمینای خود فروختیم، اگه بازم پولش قبول نکنن چی؟ دخترم تو کار به مبان. کافی است که از فروختن زمینا کسی خبر نشه. اسناد جایداد امضا کرده زمینا را مفروشیم. اما این گپ باید فقط بین ما و تو باشه، مثل یک راز. درست است مادر، درست است. خوب است. بسیار مقبول شدی. زنده باشی. تو مثل همیشه بسیار مقبول شدی. خاله سلطانه، خداوند محبتتان زیاد بسازه. غیرت باشه، شما چرا آمدین؟ خانم حمیده به شما غذا روان کرده. بسیار تشکر خاله سلطانه، من اینا رو داخل میبرم، شما رفته میتونین. درست است، اشتهای خوب. یوسف میز غذا رو آماده کنم، بسیار گشنه شدم. دروغ نگفتن، کسی با مرده به گور نمیره.